دلیل این پست های آریانا سعید برای اسیب چیست؟ آیا با واقعیت اسیب آریانا سعید را ترک کرده است؟ آریانا سعید کجاست و چرا به تنهایی به ازبکستان رفت؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. آریانا سعید یکی از برجسته ترین هنرمندان موفق و سرشناس وطن است که همه به نام و صدای این آوازخوان آشنایی داریم. آریانا سعید از طرف علاقمندان خود لقب ملکه دلها را دریافت کرده است. آریانا سعید با روی کار آمدن دولت طالبان به شکل غیرمنتظره افغانستان را به مقصد ترکیه ترک کرد. اکنون آریانا سعید مانند قبل به کنسرت‌ها و کارهای هنری خود ادامه می‌دهد. جالب اینجاست آریانا همیشه با نامزد خود آقای اسیب ساعد در همه برنامه‌های هنری خود اشتراک کرد، اما اخیراً آریانا سعید به کشور ازبکستان به تنهایی رفته و در آنجا در عروسی پسر میلیونر یکی از سرشناسان ازبک اجرا داشت. اما بعد از آن که آریانا دوباره به ترکیه برگشت، در پست‌های پی هم برای اسیب چنین متن‌های نوشته کرده است: محافظ من، حمایتگر من، سیستم پشتیبانی من، بهترین دوست من، شریک من، مربی من، درمانگر من، امراض من و بالاتر از همه یک انسان زیبا با قلب طلایی، شخصیت مهربان، ذهن روشن، با هوش و مغز متفکر. تو تمام چیزهایی هستی که من همیشه در یک مرد میخواستم. با تشکر از خودت برای همه چیزی که انجام میدهی. زمانی که هستی همه چیز است. با تشکر از خودت برای کار و زحمت سخت و بی‌پایان و تمام فداکاری هایت. خودت واقعا در 1,000,000 یکتا هستی و من نمیتوانم به اندازه کافی بیان داشته باشم که چقدر به خودت افتخار میکنم. شما بگویید دلیل این کارهای آریانا سعید چیست؟ در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت من علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا ویدیوهای دیگر همتان را به علای منان مسپارم. شاد و موفق باشید.